70-80 تومن من باشم ما تا 1 میلیارد خانم درآمد عدد حساب شد تو هرم. ببین 2 4 16 32 64 خیلی با من فاصله داره. من با این من ماشینم بفروشم کل هیکلتون میفرام قلبنگ. آره به شخصیت شما همینم نمیخوام. آقا سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون آمده تبریزی. امروز قراره با دوست سالار جان یه شوخی بکنیم. از سالار بپرسم سلام، میشه یه توضیح بدی مختصر چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آقا امروز یکی از رفیقای دانشگاه ما قراره بیاد و ما قراره با شوخی بکنیم. ولی نمیدونه چه شوخی. دیگه نگو دیگه نگو تا همین. دیگه نمیگم. اگه اینستاگرام می‌بینی فالو کن، اگه یوتیوب می‌بینی لایک سابسکرایب زنگوله یادت نره حضرت عباس. به نظرم جالب. تا آخر نگاه کن. مرسی. حالا عاطفه قشنگ توضیح ندادی. سرت چی اومدی بیرون از کار قبلی؟ حقوقت که خوب بود. ببین من درآمدم و الان میگم خیلی راضی بودم، همیشه میگم ببین آرایشگاه خیلی واقعا درآمد داره، ولی من چون مثلا شاید بگم چند ساله که شروع کردم 20 21 اینا خسته شدم از دست زنم. یه مثال بزنم قشنگ متوجه چی میگم. خانومه میومد میگه فاطمه جون چقدر موهات خوش رنگه، همینو برای من در به خدا قسم به قرآن دارم میگم همینو براش در میآوردی. میگفت نه تو آرایش میکنی بهت میاد، به من نمیاد. آها یعنی سر اذیت کردن اومد. اذیت ببین درآمدش. ببین خودت خانومی با خانوما سر و کله نمی‌کنی. این مثلا مردا چی میکشه؟ نه با یه سریاشون نه مشتری خوبم خیلی داشت. ببین الان این رفیق من که میاد یکی از بزرگترین بیزینسمن‌های ایرانه، یعنی بزرگترین تاجرا. اصلا نمیدونم چه جوری بهت مثال بدم، جزو 10 تا اول ایرانه. کاری برای من میتونه بکنه یا نه؟ حالا به 10 تا ایرانش کاری. ببین اون حقوقی که داشتی اصلا اونو بذار کنار، به 100 برابر اون تو ماه فکر کن. هرس نمیخوام. Of course. 40% per favor. اسپانیایی Roberto Bell. سلام حال شما خوبه؟ Ramanio, retto. اصلا تو اسپانیا هم تاجر. رتو. میگه بشین، میگه رتو یعنی بشین. اوکی. Bye. First. خب سلام ببخشید معذرت چقدر دیر کردی دوستا؟ عذرخواهی می‌کنم. یک خیلی ساعت خیلی داشتم. منتظر بودین؟ نه داشتم از بخشی از درآمد تو اینجور چیزا تعریف می‌کردم ببخشید که رسیدی. معرفی نمی‌کنید دوستتون؟ عاطفه خانم هستن. خیلی خوشبختم. کار قبلیشون حقوقشون خوب بود، ولی الان داشتم ازش می‌پرسیدم چرا اومدی بیرون. میگه که مثلا سر آزار و اذیتش، نه اون آزار و اذیت مثلا تایم مثلا با خانوما نمیساخت و اینجور چیزا. چقدر درآمدتون بود شغل قبلی؟ متغیر بود. یه ما می‌بینی 30 تومن. 30 تومن. اسفند بود نزدیک به شاید 70-80 تومن. اسفند ماه مثلا بعد محرم سفر باز 60-70 تومن بستگی داشت. عالی. من سابقه داشتم تو جمع شهر. چقدر خوب. مرسی. خب حالا سلطان خودت توضیح بده که چه جوری وارد این کار والا بشی. ببینید من میخوام راجع به کار خودم صحبت کنم باهاتون و سوء تفاهم نشه. یعنی فکر نکنید که من دارم شما رو پرزنت میکنم واسه ورود به شغلی که من هستم. شغل من واقعا آدم‌های انگشت شماری میتونن توش فعالیت کنن، به خاطر سادگی بیش از اندازه هر کسی نمیتونه ورود بزنه. بنده طی فرایند تحقیقات متعالی و به مناسبت از دست از دادن این ایامی که در پی که داشتم بعد از مدت‌ها که در مستولی استوری یکم راحت‌تر باهاتون صحبت کنم چون اذیت دارم میشم. من تحقیق کردم و بگه مجموعی رسیدی به این یه نتیجه‌ای رسیدم که واقعا شگفت زده شدم و اینو من ثبت کردم. جان ایشون چون 7-8 تا زبون بلدن این قاطی میکنه. قاطی چی؟ قاطی نکردم. نه اوکی. واقعا تمرینه که من بعد از تحقیقاتی که کردم یه شرکتی به نام تبریزی مارکت هستم. بله یعنی تبریزی هستم. تبریزی مارکت رو بله تبریزی مارکت رو ما به عرصه رسوندیم. بله حالا داستانو میخوام واسهتون باز کنم، پلن رو واسهتون وا کنم بدونین چیه. ببخشید معذرت کنید یکم چرا. ببینید اگه این مثال گوش کن. اگه این من باشم، این منم. باشه یه چایی یکاش واسه من میآورد. بله. ببخشید راست. اگه این من باشم، یه چای بی زحمت میاره. بله حتما. مرسی متشکرم قربان شم. اگه این منم، این بزرگتر دیدی منم، خیسترن یعنی تجربه‌ام بیشتره. حالا این دوتا چپ و راست کیان؟
درست کردی. این شرکت هرمیه. من نتورکی رو وارد بازار کردم که به صورت هرمی میره پایین. اینو بلدین تا اینجا یا بیشتر بهتون توضیح بدم؟ نه میدونم 2 به 2 احسن. حالا داشته باشید من اینجا وایستادم، حالا یکم درسته اینجا جا نیستم، اینطوری وایستادم. خب من 2 نفر رو چپ و راستم میارم، یه نفر اینور یه نفر اینور، 2 نفر اونا میرم باز میارم. برای 2 نفر همینطوری 2 4 8 16 32 64 گابی همینطوری میره پایین. یه جایی میرسی دیگه اصلا خودت هم نمیخواد کار کنی. بعد خانم ماشین شما چیه؟ من X22 جان؟ X22 سال پیش چی داشتین؟ 315 سال پیشترش؟ 315 مثلا 5 سال پیش 206 داشت. همین خود منو مثال حق تو زندگی 206 نیست خانوم، حق شما بنز و BMWست. شما نباید خودروی ملی سوار شین. الان من 11 تا ماشین دارم، ببخشید من داد میزنم چون این اتفاق بزرگی من دارم واسهتون وا میکنم. حالا وا میکنم این داستان چیه؟ شما باید به دلار پول در بیارین وقتی به دلار دارین خرج میکنین. الان من 11 تا خودرو دارم، ایشون میدونه من پارکینگ خونه‌ام پر شده، خونه اختصاصی خود پارکینگ پر شده، من تو خونه همسایه ماشینمو میذارم. یکیش الان من آوردم دیدی جلو با همین کار ما 100 تا 1 میلیارد در ماه درآمد داریم. اینا خیلی خیس شدن. رقم کوچیکه. ما تا 1 میلیارد خانم درآمد عدد کوچیکی نیست. حالا ما چیکار میکنیم؟ یه زمانی شرکت بود که من اسمشو نمیارم، در زمانهای قدیم الکی رو هوا یه چیز رو میفروختن. ما حالا محصول داریم واسه ارائه، کسی که پول میده محصول میگیره. اسم محصولاتو بگو بدونه. شاید باورتون نشه، اسمارتیس، مگسکش میفروشیم. الان مثلا مگسکش با یکی از مدیرای بنده که تو کار طراحی هستن قرار مگسکش برقی تا 2 سال بعد بیاریم. الان مگسکش دستیه. مگسکش نه خودت پول نمیدی که. آفتابه پلاستیکی، باد بزن دستی. ببین این داستان همون 2 به 2 است. پلاسکو نه محصولات نادری که تو بازارها مثلا روش مثلا مافیا ورود کرده ما میخریم مثلا نگاه کن مگسکش تبریزی مارکت، اسم برندو نگاه کن. الان وارد شده یا هدف؟ نه الان بچه‌ها روش دارن کار میکنن، تو بازار روزا دارن بساط میکنن. الان اکثر بازار روزا نصف دستفروشا واسه من دارن کار میکنن. حالا داستان چیه؟ داستان این که ما دیگه نمیایم اینو ببریم به خانواده هامون بفروشیم. این اشتباهه. میری به خانواده میگی اصلا خانواده بهش برمیخوره. همه میفهمن شغل تو چیه، اصلا نباید بفهمن. تو میری بساط میکنی. من اصلا از بساط به اینجا رسیدم. من تو جون اشکالی نداره. نه خانوما بابا بساط مثلا داد میزنه. ما دو تایی یادت اولا مثلا یادش به دو تایی بساط میکردم میگفتم خانوم با تو هم برس اسمارتی ساز بودو چه تو چیکار می‌کنی؟ گفتم پشه کشو ولش کن بیا مگسکش تبریزی رسید. خوب داد میزد. باریکلا. اسمارتی سر صدا من میفروختم سر زیاد چیزی نداره. نه رخ داره انگار مثلا نگاه سر صورتشو. نه منظورم من اصلا مگسا رو خودم استعداد دیگه. جلو مشتری میگفتم ببین یه مگس تایپ اینجوری میذارم صورت خودم. خواستم نشون بدم که چقدر کار من. الان شما میگی خودروی من عادت شدم. مرسی. الان محبت کردیم. قربون دست شما. 2000 years later. محبت کردیم. فدای شما بشه عزیز من. الان شما برمی‌گردید با چی اومدی؟ ماشینیه واسه سواله. بله. سمنت. ریا نکنه چقدر دارایی. نه چرت و پرت با سمند اومدم. تو این دلار 500 میلیون پولش هر روزم داره گرونتر میشه. سمند میتونی راحت بری توش جان؟ خلاف نیست کارت. تعجب که با سمند اومدم. یه خلاف که نیست. نه سلطان اجازه بده آخر سم یه استوری توش بگیر. اصلا به سیس و شخصیت شما این کار میاد. 100 میلیونه. باشه بابا رفیقم نبود ناراحت میشه ازم. ببخشید. خواهش می‌کنم. خب الان از من چی میخواد؟ من از شما اینو میخوام که من میخوام تایم کاریم واقعا کم باشه. واقعا دیگه حوصله شما شغل قبلیتون 80 میلیون در میآورد. اصلا از اون نباید بیرون میاد. آخه من زیاد کار نمیکردم. تازه زیادم کار نمی‌کرد. نه پرسنل داشت. اونجا نیاز به کارمند نداره. شماری که نمیتونی. نه من که لولم به کارمند نمیخوام. من اصلا زاده شدم واسه آلفا بودن.
من به دنیا اومدم که برترین و بهترین باشم. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar. Ruhun منظورم میفهمی چی میگم؟ الان میخوای پولدار شی یا نه؟ تا حرفمون میخوای باید بریم بساط من کنیم. سرمایه نمیذارم. بساط آقا بساط سرمایه نه، یه مقدار میخوایم بساط کنیم لوده بازی در میاریم. الان مثلا یه دقیقه من نگاه کن، یه دقیقه بگو اسمارتیز تبریزی رسید، یه بگو. من اینو آقا الان بگو، الان فکر کن سر بساطی میونه بگو. آخه مثلا وقتی سر بساط نمیرم بچه حالا یه دقیقه الان یه فل بدای. چرا نباید سر بساط نمیرم بریم؟ به تیپ من میخوره. اصلا به تیپ و شخصیت شما میخوره اصلا. تو شخصیت من میخوره بساطی باشه. آره دیگه بساطی ها مشکلی دارن؟ نه ولی فکر نمی کنم به من بخوره، مثلا برم بساط کنم. خب اونایی که بساط کردم مثلا من چیه؟ من خودم به عهد و واحد به این نواز همینا که قسم. وای میستی. خانم محترم اصلا به ولایت به خدای بالا سرم من 20 سال بساط کردم. این حرفو شما داری میزنی انگار نه، نه، مثلا جسارت بساطی مشکل نکرد. داره. جسارت من برم شما یه جوری میگه انگار مثلا خورتوم فیل شما افتادی مثلا ستایی میریم. ستایی واسه چی بریم؟ شما ایشون لول 20 من حساب میشه تو هرم. این 2 4 16 32 64 خیلی با من فاصله داره. من باید برم آقا بساط. بساط کنی چیه؟ پول در میاری بساط کنم چیه؟ مسخره میکنی حالا اصلا شما اونقدری هم که فکر می‌کنم آدم مثلا با لول و با شخصیت نیست میرم من نمیرم بساط کنم. خودتو بالا نگیر که آدم اولش این بوده بعد به اینجا رسیده. من خودم تو جوب بودم، دست منو گرفت گفت ببینم صدا چطوره، 2 تا ارز زدم مگس کشه تبریزی تو میاد ولی به تیپ من نمیاد. به تیپ تو نمیاد؟ نه ولی آقا به تیپ من تو میاد بهشون نمیاد؟ آره به تیپ تو میاد ولی به تیپ من نمیاد. ببخشید حجابتون رو درست کنین خانم محترم. به شما سویچ منو نمیاد. بردارین. سویچ من کو؟ میخواد بره استوری این بگیره. سویچ منو به دست نزنین. البته اولا اینجا شما اومدین چای رو کی می‌خواد حساب کنه؟ خودش چی؟ بهشون گفته دیگه خودش باید حساب کنه. ببخشید من که دورم چای سفارش دادم بیرون ای بشه واسه منم حساب کنه. بازار ما مسخره که کردی نه منو. به قرآن ای بشه یا اینم مسخره که کردم بابا، تو هم به من گفتی از کارم اومد. خدا قسم دارم میگم به خدا قسم همه گفتن اصلا این خودش چیکاره هست که برای تو میخواد منو؟ آره همه گفتن آره به به این قرآن توهین دارم میگم، به کردن؟ خدا قسم. آره گفتن خودش چیکاره است. قیافه برای من چه مشکلی داره؟ سر تا پا مشکلی. حالا با من همبازی بودی رفیقی. رفیق من داری آبرو من نه آخه من برات کار میفهمی به پیدا من داره کردم. چی میگه رفیقه؟ از- شعور داری؟ رفیقه بوده داره چی؟ به خب چی من این میگه؟ کارا رو نکردم. تو مردی. تو هم زنی. من بعد برم دست فروشی؟ من بغلت وای مدیر سالن بودم؟ الان میشی مدیر اینا که بساط میکنن. والا با کاری مسخره نداره. میکنه داره؟ نه خانم مسخره برای چی واقعیت رو داریم. آقا بگو ماهی چقدر در میاره؟ مای کم هیچ چی در نیارین. اولشه 5 تومن رو در میارین اولشه. میلیون شاید 6 کجا میری 5 تومن ماهی برسه. اول 70 میده؟ تا نشون در میآورد. من در میارم؟ گفتم تا 1 ماه میلیون اول. خانم ما سخت نداریم محدودیت نه. ببینین 2 نه 1 2 30 4 با یه دقیقه چیزی میزنی؟ خانم یعنی چی توهین میکنی؟ نه، نه، منظورش ببین اینه. 1 2 نفری که بردم 2 6 4 6 8 هشت. 12 4 اینو برای من 15 توضیح بدی، چون خیلی 32 به من خورده. 64 وایسا. 128 تو اون دورتره دستم نمیرسه. آقا چی میزنه و زشته؟ الان میگی برو این دستت بزرگ شه، میخوام ببینم اونا هم میرن دست فروشی؟ شما متعهدین؟ به شما ربطی داره؟ میگم اگه متعهدین همسرتون یه جایی بابا. بساط بزنید ببخش بابا درست صحبت کن. نه، شما اینجا بساط بزنی. بزنی. دیدی میری مصاحبه کسی- مثلا. اشکال خواستگاری نداره کرده آقای زندگی به من توهین کردن شما نه، چه نه. رسید خاله نه آقا. من الان اینو میخوام بدونم. من بگم آخه من اونا- یه آوردمش لحظه اجازه به شما بده. توهین کنه انگار به من خیلی توهین اعصابم کرده. ریخت. من یه دارم دقیقه بهش میگم وایسا. پول در بیار یه دقیقه قبول وایسا. نمیکنه. یه دقیقه وایسا. الان فقط اینو میخوام برای من توضیح بدی. اونایی هم که من به شرکت شما همون تبریزی معرفی میکنم اونا هم دست فروشی بله میکنن. میدونی ما این همه. 500 تا مگه از همه. کش یعنی چقدر پول؟ همه ما میخوایم انشالله اگه بشه کل مردم رو دست فروش کنیم توی این مملکت. فکر کنم این سر مگس کشه میگه کیسه رو بهش بگیم. خب حالا من یه کیسه چیزی به جفتتون بگم. من ماشینم بفروشم کل هیکلتو میخرم ها؟ الدنگ. بعد من برم دست فروشی. خانم یعنی چی؟ یه الدنگ؟ الدنگی تو الدنگ تر از اونی که من آوردی واقعا به پرزنت شخصیت کنه. شما همین صحبت کردن نمی‌کنه. آره به آره. شخصیت شما همینم نمیخواد. همین با برو برای بچه محله تعریف کن که حداقل 10 دقیقه با من رو سر میز نشستی برای همون بساطی خاک تو سر. حالا این تو- شغلی که از دست دادی زار. دیدی آقا یه مگس کش بگو. عاطفه بیا عاطفه. خب تشکر میکنیم از خانم عاطفه عزیز که ما رو الدنگ فرض خیلی عذر نه میخوام بابا خیلی خواهش عذر می‌کنم. میخوام ببخشید.
ما عذرخواهی می‌کنیم که باهاتون شوخی کردیم. ولی چند سال کاش رفیقیم به میس تا حالا رفیقام اینجوری به من تهمت نه به قرآن نه، اشکال ببخشید نداره. اون یه تهمت تیکه نه، که وایس- توهین کردن. این یه تیکش خرابتون میتونه آقای کردن. تبریزی میتونه این اون یه تیکشی که گفتم نرو با این بیرون من اشتباه کردم اومدم اونو میتونی نه اشکال نه نداره. فردا سرتون اشکال نداره. کسی نگفته سرتون. بود لجمو در آورد من گفتم نه، آقا مثلا جدی. این حرفو نزده بود. آرزو خیلی هست حالا شما اومدید دیگه اوه بیر کنار دا بیر کجا تو رو بیر خدا دیگه والله. با یکی این کارو نکن ببخش. میشوره یه میذارم دست به دوربینای ما تکون میدین و اعلام رضایت کدومه؟ میکنین که پخشش کنیم دوربینای ما. اعلام رضایت دارم و عذرخواهی میکنم به خدا قسم اگه میدونستم اینقدر عصبانی نمیشدم خیلی ببخشید عاطفه خیلی خانم ببخشید از تو بیشتر من ببخشید نکرد یعنی نمیتونی بگی مگس کشه الان بلند شم باز میرم آقا اگه اینستاگرام ما رو میبینید فالو کنید اگه یوتیوب میبینید لایک زنگوله سابسکرایبتون ولی نره به خدا یه اجازه بدید یه چیزی بگم ببر. دارم میگم به خدا قسم قیافه شما آشنا بود عزیزی به خدا قسم به این برکتی که خوردم قیافه شما برکت توشی کجا شد؟ نبات بود حل کردم آها دارم میگم به این دم برکت. شما گرم. مرسی که ما رو تا این لحظه نگاه کردید. فدای نگاه نازنینتون بشم. دوستتون تا داریم کلیپ‌های بعدی فعلا مرسی، خدا. مرسی. خدا.